سلام علیکم هموطنان عزیز. خیر است برام یک کمک کنین. فلکای مریض هستند، در خانه چیز ندارم. بسیار وضعیت زندگیم خراب است. یعنی می خانه یک ششتیم، صاحب خانه هم از خانه جواب میده. کرای خانه را چند ماه شده ندادیم. این طفلک هم مریض است، یک هم مریض است. این دخترک هم مریض است. از امروز که چند این 2 هفته میرکسینی یک گرفته شلش نمیده. مریض است. خیر است دیگه. از خدا و شما میشه. و من آوردم شهید یک کمک کنین. بسیار وضعیتم خراب است. یک خانم بیچاره آوردم شهید هستم. در خانه چیز ندارم، سرپرست ندارم، کسی نیست برام کمک کنه. بیاین اون از نزدیک بیاین خیر وضعیت زندگی مرا ببینین. هر کس کمک میکنه به من خیر است. اون شماره تماس مده می روی ویدیو میمانم. برام زنگ ده کمک کنه، نزدیک میخوانی و میبینین. بیاین اون ببینین. سرپرست چیز ندارم دیگه. این طفلکای مثلا ایران ماندیم که رسیدن طفل چی رقم کار چی کنم. خیر است بیاد راه خواره جان. اگر دستان میشه یک کمک کنید. یک چیز کمک کنید که دخترکم خوب شود. کسی بخیر دلم میام بگیرم خدا بکشم که سیدن ترشت کارم بکشم چی کنم. این دخترکم می جور نمیشه. بسی تداوی میره ندارم. که از یک طرف صاحب خانه من از خانه جاب میده چی کنم چه رقم کنم. خیر از خدا و شما میشه کمک کنید.